هزاران سال پیش از میلاد مسیح منطقه آباد و پررونق بود. شهرهای پرجمعیت در این خاک شکل گرفته بودند و صنایع دستی، سکای مورد معامله و دانش‌هایی مثل طب، نجوم و ریاضیات در بین مردمانش رواج داشت. حرفه‌هایی مثل فلزکاری و بنایی هم در این سرزمین شکوفا شده بود. کاوش‌های باستانشناسان گواهی بر این مدعاست. ابزار و اشیای قدیمی کشف شده از دل خاک حکایت از تمدنی عمیق و ریشه‌دار در این منطقه داره. تمام اطلاعات ارائه شده در این مستند تاریخی با دقت و وسواس از منابع معتبر و دست اول گردآوری شده. ما برای بازسازی تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین هندوکش به اسناد و مدارک اولیه‌ای تکیه کرده ایم که از سوی پژوهشگران و تاریخ‌نگاران برجسته تایید شدند. بخش عمده این داده ها از منابعی مثل دانشنامه ویکی‌پدیا استخراج شده که خودش به عنوان مجموعه جامع اطلاعاتش را از متون باستانی، کتیبه های تاریخی و آثار مکتوب پژوهشگرانی مثل احمد علی کهزاد، تاریخ نویس نامدار افغانستان تامین میکنه. همچنین اطلاعات مربوط به سلسله های آریایی، هخامنشیان و دیگر دوره ها با استناد به متون کهن مثل اوستا، کتاب مقدس زرتشت و سنگ‌نوشته های هخامنشی که در آثار مورخان باستان مثل بطلمیوس ثبت شده اند تدوین گردیده. در سال 1965 میلادی در جنوب شهر مزار شریف ناحیه آق کبرک یا آق کبرک گروهی به سرپرستی دکتر لوی دوپری باستانشناس آمریکایی دست به حفاری زدند. نتیجه این کاوش‌ها شگفت انگیز بود. آینه برنجی، انگشتر، دستبند، اسلحه، قبضه اسب و نگینی از لاجورد به دست اومد که متعلق به دوره جدید حجر یعنی بازده زمانی 2 تا 9000 سال پیش از میلاد بود. این آثار نشونه‌های از زندگی شهری و تمدنی باستانی را آشکار می‌کردند. قبل‌تر از اون هم توی سال 1951 میلادی در شمال قندهار ناحیه مندیگک تحقیقات دیگری انجام شد که نشون داد مردمان این سرزمین از 3000 سال پیش از میلاد خونه‌هایی از خشت خام می‌ساختند. به زراعت مالداری مشغول بودند و از اسلحه، زیورالات مسی از ظروف سفالین با نقوش هندسی بهره می‌بردند. در اون زمان بسیاری از مناطق جهان هنوز از چنین امکاناتی برخوردار نبودند و روابط اجتماعیشون به شکل نامتمرکز اداره میشد. اما در حدود 2000 سال پیش از میلاد تحولی بزرگ رخ داد. اقوام آریایی که از دره‌های پامیک سرازیر شده بودند به این سرزمین هجوم آوردند و اون رو به تصرف خودشون درآوردند. این اقوام که پیشتر در شمال دریای خزر یا اروپا ساکن بودند با قبایل پرجمعیت خود به دلیل افزایش جمعیت و دشواری شرایط زندگی به سوی سرزمین‌های وسیع و حاصلخیز جنوب مهاجرت کردند. این حرکت عظیم از حدود 1800 سال قبل از میلاد آغاز شد و تا 1000 سال بعد ادامه پیدا کرد. در نتیجه این مهاجرت سرزمین‌های گسترده‌ای که امروزه به نام‌های افغانستان، ایران و نیمقاره هند شناخته میشند زیر سلطه آریایی‌ها قرار گرفتند. آریانا و سلسله‌های آریایی 529 تا 2000 سال قبل از میلاد. جغرافیدانان باستان از جمله بطلمیوس از سرزمینی یاد کردند که در جنوب هندوکش بین کبیر نمک پارسیان یعنی ایران کنونی در غرب و رود سند در شرق قرار داشت. این سرزمین آریانا نامیده میشد. قدیمی ترین سند مکتوب که از این منطقه نام برده اوستا، کتاب مقدس زرتشته. از همین دوران تاریخ مدون افغانستان آغاز میشه. حدود 600 سال پیش از میلاد در شهر بلخ که بعدها به مادر شهرها شهرت یافت، زرتشت در منطقه باختر زمین ظهور کرد. البته در رابطه با مکان احتمالی خاستگاه زرتشت نظرهای مختلفی ارائه شده. بعضی‌ها زادگاه اصلی اون رو آذربایجان عنوان کردند، بعضی‌ها ری، بعضی‌ها سیستان و بعضی‌ها خوارزم. اون در میان قبایلی که خود را آریان مینامیدند پدیدار شد. مردمانی که در مسیر تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به مرحله‌ای رسیده بودند که تشکیل حکومتی متمرکز و پادشاهی را ضروری می‌دیدند. نخستین سلسله آریایی پیشدادیان در بلخ یا همون باکتریای قدیم به قدرت رسیدند و بر بخش‌هایی از افغانستان و نواحی غربی اون فرمان روایی کردند. پس از اون سلسله کیانیان با رهبری کیقوباد بر تخت نشستند. سپس سلسله اسبه‌ها پدید اومد که از نسل شخصی به نام اسپه بودند و به مهارت در سوارکاری شهرت داشتند. این اقوام آریایی که در اصل از شمال دریای خزر یا اروپا برخاسته بودند با افزایش جمعیت و دشواری شرایط زندگی در سرزمین‌های اصلی خودشون از حدود 1800 سال قبل از میلاد به سوی جنوب مهاجرت کردند. امپراتوری هخامنشی 329 تا 529 قبل از میلاد. تقریباً از 333 تا 545 قبل از میلاد افغانستان شاهد رشد و تکامل در زراعت، آبیاری، صنایع دستی و پیشه‌وری بود.
شمال این سرزمین که مسیرهای آسیای مرکزی، ایران و هندوستان از آن عبور می‌کرد، از نظر اقتصادی نقش کلیدی در منطقه به ویژه آسیای میانه ایفا می‌کرد. در دشت‌های آسیای مرکزی بین دو رودخانه سیحون و جیحون یا همون آمو دریا، مردمان چادرنشین و ماهر در سوارکاری زندگی می‌کردند که همواره چشم به باخترآباد دوخته بودند و گاه و بیگاه به این سرزمین یورش می‌بردند. این هجوم‌های پی در پی دولت باختر رو متزلزل کرد و از نظر سیاسی اونا رو به ضعف کشوند تا جایی که مرکزیت از بین رفت و کشور به شاهزاده نشین‌های متعدد تقسیم شد. در حدود 540 قبل از میلاد کوروش هفتمین شاه سلسله هخامنشی این سرزمین رو فتح کرد و به امپراتوری پارسیان ملحق ساخت. لشکرکشی اون به سرزمین افغانستان امروزی در بازده 529 تا 535 قبل از میلاد رخ داد. کوروش پس از استحکام پایه‌های حکومت مرکزی خودش و فتوحاتی در آسیای صغیر و بین النهرین به باختر روی آورد و پس از 6 سال نبرد موفق شد بلخ، ستاگیدها یا هزارجات، سیستان، بلوچستان، آریا یا همون هرات، آراخوزیا و گندهارا رو تسخیر کنه. پس از اون کمبوجیه پسرش در سال 512 قبل از میلاد علاوه بر فتح مصر تا حوزه سند پیش رفت. دولت هخامنشی در این سرزمین در هنر و معماری برجسته شد و در نظم و اداره کشور دستاوردهای ویژه‌ای به دست آورد. در این دوره رسم الخط آرامی به خط رسمی مردم افغانستان تبدیل شد و تاریخ ثبت شده این سرزمین آغاز گردید. به گفته احمد علی کهزاد، تاریخ نویس برجسته، تاریخ مدون افغانستان با سلسله هخامنشی شروع شد، زیرا برای نخستین بار نام‌های نقاط مختلف، ساکنان آن و حتی برخی از رجال‌های این سرزمین در سنگ نوشته‌های میخی این دوره ذکر شده. بنابراین سال 550 قبل از میلاد آغاز دوره تاریخی افغانستانه و تا زمانی که سنگ نوشته‌های دیگری از وقایع تاریخی این سرزمین پیدا نشه، این تاریخ مورد قبول خواهد بود. در این دوره فن دفترداری، اصول معماری، حجاری و روش‌های آبیاری تحول پیدا کرد. راه‌های عمومی احداث شد. ایده ساخت کاروانسراها در امتداد مسیرها شکل گرفت و روابط هند و ایران گسترش یافت. تشکیلات سیاسی و تقسیمات اداری پدید اومدند و در هر ولایت بزرگ ساتراپ یا والی به همراه یک سردار نظامی و یک دبیر گماشته شد که امور ولایت رو به صورت مستقل اداره می‌کردند. ساتراپ‌ها سکه نقره ضرب می‌کردند و در این حال 2 نفر دیگر از سوی شاه بر اونها نظارت داشتند. تمدن و فرهنگ افغانستان و ایران در دوره داریوش کبیر رو به تکامل بود. سکه‌هایی که در سال 1932 در چمن حضوری کابل کشف شدند متعلق به دوره هخامنشی افغانستان هستند. همچنین معبدی در سرخ کوتل در 18 کیلومتری شمال غرب پل خمری در منطقه دهنشیر یافت شد که هنر گمشده باختری، هخامنشی، یونانی و کوشانی را به صورت یکجا به نمایش می‌گذاشت. اما به تدریج امپراتوری هخامنشی بر اثر اختلافات درونی میان شاه و شاهزادگان، جنگ‌های پیاپی در غرب ایران و خوشگذرانی شاهان رو به ضعف رفت و توان کنترل قیام‌ها و شورش‌های مردمی را از دست داد. این وضعیت فرصتی فراهم کرد تا والی نشین‌های شمال و غرب افغانستان به تدریج قدرت پیدا کنند و در پی تأسیس سلطنت‌های مستقل برآیند. بسوس والی باختر استقلال اعلام کرد و خودش را پادشاه مشرق زمین خوند. حمله اسکندر مقدونی و فتوحات یونانی 329 قبل از میلاد تا قرن اول میلادی. هنگامی که لشکریان اسکندر وارد ایران شدند، پس از نبرد ساحل دجله، سربازان یونانی از دوری سرزمین مادری و جنگ‌های مداوم خسته شده بودند. فرماندهان ارشد به اونها اطمینان دادند که دیگر جنگی در پیش نیست و اسکندر به همه قشون خودش نیازی نداره. بسیاری از سربازان مرخص خواهند شد. اما پس از ورود به ایران شهر و مشاهده خزانه‌های پرزرق و برق اون، اسکندر متوجه شد که بر روی برخی از صندوق‌های زر نوشته شده این گنج‌ها از سند یعنی هندوستان اومده. این کشف اون رو به سوی تسخیر هندوستان سوق داد و مسیرش از سرزمین هندوکش می‌گذشت که تاریخ نویسان یونانی اون رو پاراپومیسوس مینامیدند. اسکندر از گرگان به خراسان و هرات رفت و سپس از زرنج به بلخ رسید. اون در این زمان 19,000 سپاهی تازه نفس از یونان آورده بود و با 100,000 نیروی دیگر از بلخ از سلسله کوههای هندوکش عبور کرد و به سوی شرق افغانستان و هندوستان لشکرکشی کرد. قبل از عبور از هندوکش 2 سال در هرات و اطراف اون اقامت کرد. هاردورد لمپ نویسنده آمریکایی میگه هنگامی که اسکندر به سوی جنوب میرفت به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در اون وجود داشت.
اون یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه رو در این منطقه بنا کرد و سربازان نوتوان رو توی اونجا ساکن کرد. دیواری موقت به دور شهر کشید تا از اون دفاع کنه. شنیده بود که در اطراف دریاچه هلمند مراتع وسیع وجود داره و اگر اسبها و چهارپایان قشونش رو مدتی در اونجا رها کنه فربه خواهند شد. پس خودش و لشکریانش به اونجا رفتند. اسکندر از وجود مراتع بزرگ و آذوقه فراوان در هلمند شادمان شد و 2 سال در این منطقه موند. در این مدت گاهی به نقاط کوهستانی شمال میرفت تا قبایل ساکن اونجا رو مطیع کنه و هرگاه آذوقه و علوف کم می‌آورد دوباره برمیگشت. لشکریان اسکندر پس از اشغال غزنه و کابل در شمال کابل یعنی قربند شهرک دیگری به نام اسکندریه قفقاز بنا کردند. اون با سپاهیانش وارد مناطق حاصلخیز آسیای میانه شد و گفته میشه با دختری به نام رخسانه از خاندان یکی از خانهای محلی تخارستان ازدواج کرد. با وجود خستگی ناشی از جنگ‌ها و زخم‌هایی که اون و بطلمیوس در شرق افغانستان برداشتند، سپاهیانش تونستن از رود سند عبور کنند و شاه پنجاب پروس رو مغلوب کنند. اسکندر تا رودخانه بیاس پیش رفت، اما اردوی اون دیگه توان تحمل سفرهای جنگی را نداشت. از این رو از طریق بلوچستان به بابل بازگشت و در همون شهر در سن 32 سالگی در سال 322 قبل از میلاد بر اثر تب مالاریا درگذشت. پس از مرگ اسکندر افغانستان تحت تصرف والیان چارگانه یونانی قرار گرفت. والی نشین باختر و سگدیانه، والی نشین کابلستان و اطراف اون، والی نشین هرات و اطراف اون و والی نشین قندهار و بلوچستان. مدتی بعد در سال 305 قبل از میلاد سلوکوس به افغانستان اومد و از سند عبور کرد. سلوکوس نیکاتور و جانشینانش حدود 80 سال مستقیما تحت الحمایه یونانیان در این سرزمین حکومت کردند.